ببخشید برو اونور، کار مهمی دارم. چرا حال میدی؟ میزنم میپکونم تو صف وایسادی، فکر کردی چیز مهمی هستی؟ ببین وقتی این حرفا رو ندارم میگم راه رو باز کن، باید برم. حالا سر من داد میزنی؟ میخوای شهر درست کنی؟ بچه آروم باشید، بذارید بره، شاید کار مهمی داره. باشه بیا برو، امروز بی خیالت میشم. یارو چقدر رگ داره، کی میدونه این کجا میره؟ یکی شاید بره تو مغز، این یکی میره معده، این یکی هم خب پس یه کاری میکنم. یه چیزی پیدا کردم. نکنه تویی؟ با منی؟ فکر کنم اشتباه گرفتی. یکم بری جلوتر، فکر کنم کسی که دنبالشون پیدا میکنی. آها خب درست. میگم آقای دکتر، فکر کردم میخوای بهم قرص بدی. مگه سرم بهتر قرص عمل میکنه؟ نه قربونت برم، اتفاقا سریعترش میکنه. وقتی از طریق سرم دارو بهت میدی مستقیم وارد خونت میشه، ولی وقتی قرص میخونی باید بره تو معدت، هضم بشه، بره تو روده کوچیک، جذب بشه، بعد بره تو خونه. ولی اینجوری با سرم دقیقاً دارو رو میرسونیم همون جایی که باید بره، بعد اینجوری سریعتر عفونتت خوب میشه. پس من اشتباه فکر میکردم، فکر کردم قرص سریعتر عمل میکنه.